السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. امروز ما با همراه شما یک نمود سمبوسه کدوگی تیار میکنیم. الکی همه شما خمیر سمبوسه را میدانید دوستانی عزیز. من هم خیلی آب و نمک و یک دانه تخم قطی خمیر کردم، راست کردم و پیچانیده بریدم دوستانی عزیز. و حاضر سمبوسه ها را خوش رو پیچانیده پخته میگیرم. امیدوارم که ولاگ امروزه ما به شما معقول می شود. تا آخر ویدیو با ما باشید. در اینجا باشه دوستانی عزیز، ما یک نمود پیراگ با بیزه تیار میکنیم. سر اول ما تخم را از سفیدیش جدا کردیم. حاضر اکنون زردیش را با 50 میلی گرم شکر لط میزنیم. در اینجا باشد ما 200 گرم کیفیر و 80 گرم رستیتیلنی مسل آمیخته کرده و با خوش رو میکسر میکنیم.
چنانه که دیده ایستاده دوستان عزیز، خمیر ما تیار شد. تا پختن خمیر سفیدی تخم را با 100 گرم شکر لط میزنیم تا سفید شدن. بیزه ما تیار می شود دوستان عزیز. چنانه که دیدید اید اول ما خمیر را پخته گرفتیم و به بالایش بیزه را مانده، بعد با بیزه هم یک بار دیگر به دخابکه ماندیم. بیزه ما هم پخت دوستان عزیز. امیدوارم که به شما معقول شد پیراگ ما. میتوانید شما هم تیار کنید. دیده چه خیلی خمیرش ملایم و خیلی هم با مزه می بیاید دوستان عزیز. اگر ویدیوی ما به شما معقول شده باشد لایک و کامنتاری را فراموش نکنید. از همه تان منت دارم که ویدیوهای ما را تا آخر تماشا میکنید، کامنتاری های خوب می نویسید.